اگه به پول نیاز داری این ویدیو رو ببین. اثبات برداشتم اول ویدیو دارم. سلام درود، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو الان اثبات برداشت می‌کنیم اول ویدیو تا بهتون نشون بدم که واقعی این کار و حتما امتحانش کنید. اول برداشت میکنم، بعد مراحل رو میدونم انجام میدم. تراکنش برداشت میبینید 412 147 143 و 412. بریم روی پیما بانک ملی 143 412. میبینید که واریز شدن پولا با چی؟ با پایا. تراکنش چیه؟ با پایا. روش برداشت. این از اثبات برداشت. حالا ادامه ویدیو رو ببینید. این کار فوق العاده رو از دست ندید که فرصتش میره. فرصت این کار کمه. انجام بدید، ضرر نمی‌کنی. برو ویدیو اصلی کانال رو ببین تا بتونی پول برداشت کنی. ویدیو اول دقیقه که دیدید برای ویدیو کوتاه هم گذاشته بودم. حالا بعد اینکه وارد شدید با لینکی که توی کامنت ها براتون گذاشتم، برید توی کامنت ها یه لینک گذاشتم. بعد اینکه با اونجا وارد شدید شما شماره و اینا رو وارد میکنید. باید بگم این که شماره که وارد میکنید باید یا مال پدرتون یا مادرتون یا یکی که بالای 18 سال باشه. یعنی شماره که شما باهاش وارد شدید باید مال یکی باشه که بالای 18 ساله و کد ملیش هم بدونید دیگه. بعد اینکه این کارو کردید شما احراز هویت باید بکنید. فکر کنم بعد اینکه وارد شدید یه صفحه براتون بیاره. اگه نیاورد خودتون روی این آدمک بزنید. روی این آدمک که بزنید اینجا کد ملی رو وارد میکنید. سال تولد شخصی که با شما رو وارد شدید، مثلا پدرتون، مادرتون یا خودتون بالای 18 سال رو میزنید. بعد ماه تولد رو میزنید. بعد روز انتخاب. بعد این کنار زدید تایید رو میزنید. احراز هویت شد. اگه با لینکی که من گذاشتم وارد شید شما 10 صد طلا میگیرید. 10 صد طلا که گرفتید شما میتونید 70 تومان واریز کنید به این. ولی شاید میگم بهش اعتماد نداشته باشید. منم اولش اونجوری رو بیدم نمیگم پول واریز کنید، ولی بگین که پول واریز کنید یه کار به صرفه تر میتونید بکنید. میتونید شماره مثلا با شماره پدرتون وارد شدید، کد ملی اونو زدید با شماره مادرتون، یعنی این شماره به اسم مادرتون یا یکی باشه که بالای 18 سال باشه دعوتش کنید. حالا چیکار میکنید؟ روی کسب درآمد میزنید. لینک دعوت رو که بزنید اینجا لینک دعوت شما اینو کپی میکنید توی جایی، شادی، روبیکایی، تلگرامی، چیزی. این لینک رو برای شماره دیگه‌ای که به اسم فردی دیگه باشه، یعنی نباید هر شماره به اسم یکی باشه. این شماره که به اسم پدرتونه، شماره بعدی به اسم مادرتون چیزی دیگه باشه. مادرتون، خواهر بالای 18 سال، برادر بالای 18 سال. بعد اینکه این لینک رو برای فرستادید اون فرد وارد میشه با لینک شما. بعد اینکه وارد شد دوباره همین کارهایی که من اول ویدیو بهتون گفتم رو میکنه. احراز هویت رو میکنه، کد ملی سال ایناشو میزنه. گفتم برای همین باید بالای 18 سال باشه. بعد این کارو کرد 10 صد به شما میرسه و 10 صد به اون، چون شما اونو دعوت کردید. بعد اینکه شما این 20 صد رو گرفتید روی خرید فروش که بزنید، خرید و فروش سریع. اینجا من اینا رو وارد نکردم، با یکی دیگه از اکانتام میام. خب حالا با اکانتی دیگه هم که اومدم، خرید و فروش رو که بزنید، خرید و فروش سریع. بعد اینجا شما 20 صد طلا دارید. 20 صد طلا دارید. فقط مراحل باید قشنگ انجام بدید. بعد اینکه شما 20 صد طلا دارید، حالا ما چرا خرید و فروش میکنیم؟ برای اینکه کدایی که میگم رو بزنید. حالا فروش طلای آب شده که برید روش، اینجا کل موجودیتون رو من موجودی ندارم الان چون برداشت کردم دیگه. کل موجودیتون رو میزنید. بعد اینکه موجود کردید واریز به کیف پول بزنید، واریز به حساب نزنید. و بعد برید روی صفحه اصلی خانه، یه رفرش. بعد پول به کیف پول وارد شده، خرید فروش سری بزنید. روی خرید طلای شده کل موجودی رو بزنید. بعد اینکه کل موجودی رو زدید، بعد اینکه خرید و طلای شده رو زدید، کل موجودی، پرداخت از کیف پول رو میزنید. پرداخت از کیف پول که زدید شما حالا میتونید کدا رو راحت بزنید. یکی از کدا که خیلی راحته، روی هدیه که بزنید کد هدیه دریافت هدیه رو بزنید. کافیه بنویسید، به انگلیسی بنویسید گلد. راحت کد هدیه رو بنویسید گلد، به انگلیسی بنویسید گلد. بعد اینکه نویسید گلد ارسال کد بزنید. دیدید برای من اینو آورد، ولی برای شما اینو نمیاره و شما بهتون
10 صد طلا میده. بعدی که این کارو کردید، همتون اسنپ دارید، برید روی اسنپ اگه امتیاز داشته باشید، روی اسنپ کلاب که بزنید میبینید 10 صد طلا هدیه اولین خرید. شما خرید و فروش رو که کردید دیگه، پس برید اینجا دریافت که تخفیف بزنید. اینجا یه صفحه میاد، من گرفتم قبلا، کپی میکنید، کپی کنید، برمیگردید رو همینجا دریافت هدیه رو میزنید، کد هدیه که کپی کردید مثل اینی که برای من رو صفحه ظاهر شده میزنید، این که قبلا مصرف شده. حالا این 10 صد دیگه، شما الان چند صد دارید؟ 40 صد. حالا از این که بگذریم، ایران سلمن، برید روی ایران سلمن. نه حالا تا میره اینجا بازارگاه تبلیغات، مال من که رفرش نکرد، ولی به محض اینکه بزنید میاره شما رو روی این چرخش. حالا از 500 تا 10 گرم طلا داره، شانسیه به میچرخونید. من به 500 بدم 500 میده، نمیتونم استفاده کنه 500 میرم این بعد 10 گرم که خدا میدونه چی میشد. حالا اینو دوباره کپی میکنید، میاد روی سایت ملی گلد، میرید روی سایت ملی گلد. حالا دوباره باید برید روی ملی گلد بعد اینکه این کارو کردید، یعنی رفتید طلا چرخش ایران سل زدید. بعد اینکه این کارو کردید برمیگردید روی همون هدیه میزنید، کد هدیه برداشت. دوستان ببخشید یه لحظه ویدیو کات کرده، اشتباهی کردم تو ویدیو، ولی خواستم بگم این کد هدیه طلای چرخشی هم مثل کد طلای اسنپ و اینا میزنید، نگران نباشید. شما حالا چند صد طلا دارید؟ البته اون به شانس، اگه بهتون 5 صد بده میشه 45، 20 صد بده میشه 60 صد، 10 صد میشه 50 صد، خلاصه هر چقدر که شد. شما تقریبا کم 45 صد 40 صد طلا دارید. بعضا میرید روی خرید و فروش سریع رو میزنید، بعد فروش طلای آب شده، اینجا کل موجودی رو میزنید، من که موجود ندارم. بعد واریز به کیف پول یا حساب فرق نمیکنه، ولی فعلا واریز به کیف پول بزنید، واریز به کیف پول رو که میزنید. خب بعد شما اینجا کارت ها رو که بزنید، اینجا شما که کارت ها رو بزنید، کارت جدید بزنید، شما رو کارتتون میزنید ثبت. بعد که این کارو کردید میخواد پول برداشت کنید، برداشت وجه بزنید، انتخاب روش برداشت رو که پایا بزنید، کل هر چقدر خواستید برداشت کنید، ولی به نظرم کل موجودی رو بزنید. انتخاب کارت میاره براتون، پایاشو میاره، پایا رو میزنید، بعد ثبت درخواست برداشت رو میزنید، ولی من که فعلا ندارم. حالا با این کار شما بعد چند روز نهایت بعد 3 روز کاری پول به حساب شما واریز خواهد شد. حالا این ویدیو که تموم شد، واقعیه، حتما امتحان کنید، ضرر میکنید اگه امتحان نکنید، دولتیه، نترسید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا خدا حافظ.